شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار دهم را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. هفته‌های زیادی گذشتند مارتین ایدن باشد همانا گراماتیکا می‌آموخت، دستورالعمل آداب معاشرت را مطالعه می‌کرد. هر کتابی را که شوق‌انگیز بود از دل و جان می‌خواند. از یار و آشناهای پیشینه خود او به تمام دور شد. دختران نیلوفر نمی‌دانستند که با او چه حادثه روی داده و جیم را سوال باران می‌کردند. بسیار جوانان خرسند بودند که او دیگر به مسابقه های ریلی نمی آید. در گنجینه کتابخانه مارتین باز با یک بازیافت دیگر موفق شد. چون که گراماتیکا با او اساسهای زبان را معلوم کرد، مثل همین این کتاب از قانون و قاعده های اساسای شعر عبارت. او با آموختن وزن، شکل و قانون های شعریت پرداخته فهمید که زیبایی او را مفتون کننده به کدام راه و طریقت آفریده می شود. یک رساله نوترین نظم را همچون صنعتی تصویری می حسابید و در آن برای قوت دادن این نظریه به بهترین نمونه های ادبیات استناد کرده می شد. مارتین یگان رمان را با چنین شوق و ذوق نخوانده بود و معینه تازه و پاکیزه 20 ساله او که تشنه دانش گردیده بود هر چیز را با جوش و خروش و غیرت از خود میکرد که مثلش حتی به ادراک دانشجو خاص نبود. هنگامی که مارتین به عالم پیشینه خود، به عالم کشورهای دورادور، بحرها، کشتیها، دریانوردان و زنهای بیجاگر نظر می‌افکند، آن در نظرش نهایت خرد و ناچیز می‌تافت. ولی با عالم بزرگ، به عالمی که نو در خود را برای مارتین باز نموده است محدودی داشت. عقل و خرد او در هر چیز بدون اختیار مشترکی یگانگی می جست، ولی وقتی که نخستین بار این دو عالم را یک جای دید شگفت ماند. فکرهای عالی، احساسی عالی از کتاب‌ها حاصل شده او را نک و اخلاق گردانیده بودند. او اکنون باوری داشت که در آن طبقه اشرافان که روف و عائله وی به آن منسوبند، کلی مردان و زنان در سر عیناً همین خیل فکر و در دل همین خیل احساس دارند. تا این وقت او در یک باطلاق افلاس زندگی به سر می برد و اکنون پاک شده به محیط عالی برآمدن می خواست. هنوز در آوان بچگی و نورسی یک اضطراب و هیجان نامعلوم او را همیشه اذیت می داد. او از پس چیز می دوید، ولی تا دمی که روف را دوچار نآمد خود نمی فهمید که از پس چی می دود. اکنون باشد عذابش زورتر شد، عملش درد آورتر شد. او واضح و روشن و قطعی فهمید که جویای زیبایی جویای عقل و خرد و عشق و محبت بوده است. در ظرف این هفته ها مارتین چندین مراتبه با روف واخورد و هر یک ملاقات به او الهام می بخشید. روف زبان و تلفظ او را اصلاح می کرد، از اریتمتیک مشغولیت می گذراند
ولی صحبت‌هایشان تنها از مشغولیت‌های درسی عبارت نبود. او در عمر خود بسیار دیده و عقلش بسا رسا بوده با قصر و جزری مکعب تحلیل جمله ها و تصریف قناعتمند نمی شد. لحظه هایی بودند که صحبت آنها به موضوع های تماما دیگر دخل می کرد. آنها از باب اشعاری به تازگی خوانده مارتین درباره شاعری که روف نو به آموختن حیات و ایجادیاتش آغاز کرده است حرف می زدند. وقتی که روف مصرع‌های دوست داشته‌اش را به آوازی بلند می خواند، مارتین حضور و حلاوتی توصیف ناپذیری می بود. او در روی عالم زنی را هرگز دوچار نآمده بود که چنین آواز داشته باشد. از یک خودی صدای روف محبت او مثل غنچه دهن وا می کرد. هر یک حرف روف دلی وی را به تپیدن وادار می ساخت. خوشاهنگی این آواز عجب فتان بود. فارمی و رنگارنگی آن خصلت‌هایی بودند که مدنیت و نجابت باطنی اهدا می‌کنند. مارتین آوازی وی را گوش کنان بدون اختیار آوازهای درشتی زنان قبیله‌های یابایی، گفتگوی گوش کرکننده فاحشه‌های بندرها، آواز نافارم کارگرزنان فابریکه ها، زنان و دختران طبقه خود را به خاطر می آورد. خودی همین لحظه خیالاتش به کار در آمد. در ماینر سلسله سیماهای زنان به وجود آمد و چون مارتین به محیط آنها رجوع کرد، نوری که روف را پیچانیده گرفته بود درخشانتر گشت. ولی او نه فقط شیدای آواز روف بود، بلکه این چنین اعتراف کردن آن که روف مغز اندر مغز چیزی میخواندگیش را درک نموده، مناسبت خود را به زیبایی فکر شاعرانه اظهار می‌دارد، به غایت گوارا بود. روف برای مارتین از شاه دختر پارچه های زیاده میخواند و او در این موردها میدید که در چشمان دختر سرشک پیدا می شود. روف در احساس زیبایی بر این سان باریک بین بود. در چنین لحظه ها مارتین خود را بالا رونده حس می نمود و گویا قدرت همبین الهی می یافت. او با روف نگریسته، آوازش را شنیده، مغز اندر مغز حیات را مراقبه می نمود. اسرار نهانی وی را می خواند. چون به این قله های حسیات رسید، فهمید که این عشق است. فهمید که عشق بزرگترین نعمت دنیاست. در پیش چشم دلش همین شادمانی ها، عیش و عشرت، نوازش زنان، قماربازی، شفق و ذوق نبرد جسمانی که یک وقتا نصیبش گشته بودند به جلوه می در آمدند و این همه در پیش حسیاتی که الحال هستیش را فرا گرفته بود نهایت قبیح و پست می نمود. روف باشد آنچه را که روی می داد صرفم نمی رفت. او هنوز در کوی عشق بیگانه بود. آنچه که می دانست چیزهایی از کتاب ها خوانده‌اش بود. در کتاب ها باشد خیالات ایجادی نویسنده به حادثه های مقرره زندگی همیشه جامعه غیر واقعی، جامعه شینم و زیبا می پوشانند. به گوشه خیالش هم نمی آمد که این دریانوردی دغل در دل وی شراره زده است و آن شراره یک روزی سعادت علنگ زده خاک سرنشین خواهد کرد. تا الحال این شراره هنوز یگان مراتبه او را نسوزانده بود. خودی تصوراتش درباره عشق صاف مجرد بوده، خودی حرفی محبت به او فروتنانه، چشمک زنی اختران، لحپش سبکی را که سطحی بحر را به جنبش می آورد، شبنمی سیرون را در پایان شبی مهین تابستان خاطر نشان می کند. محبت را او دلبستگی نازک می پنداشت. خدمتگزار شخص محبوب در سکونتی نیم تاریکی لبریز از نکهتی
گلها و آسایشتگی میپنداشت. او نه از بورانهای ولکان صفتی محبت خبری داشت و نه از گرمای دهشت انگیز آن که دل را به بیابان خاکستری سوزان تبدیل می‌دهد. او این قوه‌هایی را که در عالم وجود دارند، آن نیروی را که در وجود خود او نهان است، نمی‌دانست. جهت‌های زندگانی در پس پرده نفیس ناپدید می‌گشتند. مناسبت زناشویی پدر و مادر برایش نمونه عالی اتحاد عشق و محبت بود و روف نیز روزی را نگران بود که بدون هیجان و اضطراب با شخص دلخواه و محبوب چنین حیات یک جایی آسایشته آغاز میکند. به همین طریق وی به مارتین ایدن همچون به یک چیزی برایش تازه، همچون یک مخلوق عجیب و فوق العاده می‌نگریست و آن احساسی غیر عادی را که مارتین در وجودش بیدار کرده بود به همین نویگری، به همین فوق العادگی نسبت می‌داد. این طبیعی بود. به همین مانند حسیات در وجود او هنگام تماشای حیوانات وحشی در حیوانات خانه یا هنگام در نتیجه بوران خمشوی درختان را دیدن و از افروزش برق یک قد پریدنش پیدا می شد. در چنین ظهورات طبیعت یک چیزی آسمانی بود و کنون در وجود مارتین نیز یک چیزی آسمانی مسکن گزیده است. مارتین بر روف نفسی بحر آورد، نشعه پهناهای زمینی را آورد. در چهره او پرتو آفتاب کشورهای تروپیکی نقش بسته است. موشک‌های آهنینش باشد نیروی حیاتی ابتدایی را داراست. او سراپا هم داغ زخم و اثری جراحت داشت. آنها نشانه های بودن از آن عالمی نامعلوم آدمان سنگین دل و عملیات شدید و این عالم بیرون از حدود جهانبینی روف جریان می‌یافت. مارتین یابایی بود، دست آموز نشده بود و روف از اطاعتکاری او درونکی می‌بالید و در نهادش خواهش طبیعی تولید گشته تلقین می‌کرد که این آدمی یابایی را رام کند. این خواهشی بیشعورانه بود و به خیالش هم نمی آمد که وی مارتین را مانندی پدرش کرده نیست. پدرش باشد به نظرش نمونه کمالات می نمود. به سبب بیخبری رو فهمیده نمی توانست که احساس قوه مقابلت ناپذیری که از یک گوشه به گوشه دیگری دنیا مرد و زن رو کشیده به همدیگر می آمیزد، گوزنها را در ایام عشق به کشتن یکدیگر وادار می سازد و جمله جانزاد را به ترددی یک جای شوی می اندازد. پیشروی های با صورت مارتین روف را شگفت ماننده و به مراق آورده بودند. او حتی به گوشه خیالش هم ناورده بود که مارتین بر انسان صاحب قابلیت و استعداد است. این قابلیت و استعداد مارتین روز به روز مثل گل در زمینی با برکت کشاده می شد. روف براونینگ را به آوازی بلند می خواند و مارتین اکثر وقت جایهای نامفهوم را غیر چشمدار شرط داده او را به حیرت می انداخت. روف نمی فهمید که شرح و ایضاح مارتین به زندگانی و آدمان را شناختن وی اساس یافته نسبت به تفسیرهای خودی او خیلی صحیح تر است. به نظرش چنین می نمود که محاکمرانی های مارتین ساده لفظانه است، هرچند که از پرواز بیباکانه فکری او مفتون می شد. این پرواز فکر صاحبش را به آسمان هفتم می برآورد و روف از پی او رفتن نتوانسته از صدمه با کدام یک قوه نامعلوم لرزیده می نشست. گاه وی برای او ریل می نواخت و موسیقی به مغز اندر مغز وجود مارتین راه می یافت، اما خودی روف از اندازه حد و حدود آن عاجز بود. چنان که گل برابر رسیدن نورهای آفتاب دهان وا می کند، مارتین نیز برابر
شنیدن صداها گل گل می شکفت. او خیلی بزودی صداهای درنگ درنگ و گوشکر کننده نواهای شبهای رقص دریانوردان را فراموش کرد و موسیقی کلاسیکی برای روف دلپسند را قدر می کردگی شد. ولی با وجود این نسبت به موسیقی واگنر یک شوق و هوسی حاصلانه حس می کرد و سرخبار نام برده به تنگیزر علل خصوص بعد شرح و ایضاح روف به او نهایت پسند افتاده بود. این سرخبار گویا مصوره بود به حیات او. گذشته ها برای او در آهنگ اساسی مغاره زهره تجسم یافته و روف را با دسته زیارت کنندگان همراه می کرد. خیالش آهنگای واگنر او را به قلمروی خیالی روح گرفته می برد که در آنجا خیر و شر از قدیم الایام به هم تلاش و کشمکش دارند. بعضا مارتین سوال می داد و در این لحظه ها به نظر روف چنین می رسید که خودی او موسیقی را نادرست می فهمد. اما در آن وقتایی که روف می سرود مارتین چیز نمی پرسید یا با کمال احترام سکوت ورزیده به آوازی بلند به آوازی صاف روف گوش انداخته چنین می پنداشت که ترانه های قلبی وی را می شنود و دوباره برای تضاد او سرودهای چراسی کارگر دختران فابریکه ها و با آوازی خیره خود الاس کشیدنی زنهای شطح را در میکده بندرها به یاد می آورد. برای مارتین ریال نواختن و سرود خواندن روف خوش می آمد. اصلا نخستین بار بود که روف به دل حساس آدمی سر و کار داشت و این دل چنان دلی نرم و ملایمی بود که به شکل در آوردن آن عجب حلاوتی داشت. روف گمان داشت که او دلی مارتین را به شکل می در آورد و این کار را به نهایت نیک ادا می کرد. غیر از این حضور مارتین برایش گوارا بود. روف از او دیگر نمی ترسید. اولها روف از او در حقیقت هم ترس داشت. انیقترش نه از او بلکه از یک چیزی دیگر ترس داشت، از چیزی که بناخواست در وجود خودش به جنبش آمده بود. ولی اکنون این حس ترس فرو نشسته است. روف خود از آن بیخبر اکنون با او طلبات پیشنهاد میکرد. از طرف دیگر مارتین بر روف تأثیری رو افزا میرسانید. وقتی زیادی روف به مشغولیت‌های دانشگاه صرف میشد و ظاهراً بعضاً کتاب‌های غبارآلود را یک طرف نهاده از نسیم تازه‌ای بر که وجودی مارتین از آن مالامال است نفس کشیدن با او از فایده خالی نیست. قوه، بله به او قوه لازم است و مارتین ذخیره ادا نشونده خود را با او به هم میدید. همراه او در یک خانه بودن او را در دم در استقبال نمودن برای روف معنای سینه پر کرده نفس کشیدن را داشت. بعدی رفتن او باشد روف با قوه دوچند به سر کتاب می نشست. روف براونینگ را نغز می شناخت ولی هرگز به خیالش نمی آمد که به تارهای دل آدمی دست زدن بسا خطرناک است. او هر اندازه زیادتر به مارتین رغبت ظاهر کند هوس وی را دیگرگون ساخته همان اندازه زورتر می شد. انا مثال گیریم میستر بتلر را گفت. او روز بعدی آن که از مشغولیت های گراماتیک حساب و نظم فارغ گشتند اولها هیچ کارش آمد نمی کرد. پدرش کسری بانک بود ولی چند سال درد کشیده در اریزونا از بیماری سیل از دنیا گذشت. خشکی باشد میستر بتلر. آن وقت وی هم تو چارلز بتلر بود. خودش یک تنها ماند. پدرش اصلا از استرالیا بود و در کالیفرنیا یگان خویش و تبار نداشت. وی به مطبعه به کار در آمد. این را چند بار به من نقل کرد و وقتای اول هفته $3 معاش می گرفت. اکنون باشد سال 30,000 درآمد دارد.
وی به این با کدام راه موفق شد؟ وی مردی حلال کار بود، زحمتکش بود، صرفکار بود. وی از عیش و عشرتی که عادتاً طبع دل جوانان است دست کشیده بود. صرف نظر از محرومیت و محتاجی به حکم عادت در آورده بود که هر هفته چند پولش را پسنداز کند. البته وی به زودی از $3 زیادتر معاش می گرفتگی شد و به اندازه زیاد شوی معاشش پسندازش را می افزود. روزانه کار می کرد و بعد کار به مکتب شبانه می رفت و پیوسته به سر فکری آینده را داشت. بعدی وی به کرسی های شبانه می رفتگی شد. در 17 سالگی الکی حروف چین بود و معاش نغز می گرفت، لیکن به سر هوای و هوسی شهرت داشت. وی نه فقط زندگی بیکم و کاست را می خواست، بلکه می خواست به مرتبه کلان رسد و بهر آینده به هر قربانی تیار بود. وی قرار داد که ادوکت شود. با همین مقصد به اداره پدرم خطکشان شد. می فهمید خطکشان